سلام، خیلی خوش اومدید به اولین کلیپ یوتیوب من. امروز قراره یه مقایسه خیلی خفن داشته باشیم. میخوایم ارزون ترین پیتزا رو در مقابل گرون ترین پیتزای تهران تست کنیم. میخوایم ببینیم واقعا ارزشش رو داره این همه پول بدیم یا داریم پول جا و مکان رو بدیم. پس با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. الان ما اومدیم اینجا کیوان ویچ. یه دونه پیتزایی پیدا کردیم، پیتزا مخصوصش 100 تومنه، یعنی معمولیاش نه، مخصوصش 100,000 تومنه. بیا بریم تو کاره ها، کارو بگیر. همه چی درصد بالا، همه چی بالای بالا. آماده شد، شروعشم براتون میذارم. درسته کالباسشون نشونمون داد، ولی همونقدر هر چقدر پول بدی همونقدر هم آش میخوری. حالا ما اندازه 100 تومن پول دادیم، اندازه 100 تومن میخواد بهمون یه پیتزا مخصوص بده. چه ربطی داره؟ آماده شه، بیاد اینجا نظرمون رو بگیم. درسته حالا حس خوبی ندارم به پیتزای 100 تومنی، ولی خب حالا بیاد ببینیم چیه دیگه. پیتزا مخصوصش، حالا پیتزا معمولیاش احتمالاً کمتر هم بوده قیمتش. اما جان پیتزاتون آماده است. بریم تو پیتزامون آماده شد. اینه ها. کار جمعه. ای جونم. بیا اینجا. قیافش که بسم الله الرحمن الرحیم. اینو میخورم. این بافتش خیلی لاغره. خب یه ذره چجوری بگم، محتویات توش انگار کم. اوکیه. بده من حتی بگیرم ببینم نظر تو چیه. اندازش که واقعا کوچیکه. هیچی نداره داشت، فکر کنم همون پنیرشه فقط. نظرت یه بار دیگه اینو بگیر اینجا اندازه دست منه. حالا اون پیتزا خوبه رو باید اون پیتزا خوبه که اندازه 100 تومن هستش. یه ذره خام نیست، چیزی برای خامی نداره، همه چیش پنیره. اون گرونه اگه بد باشه، ولی اون گرونه 100% دیگه چون قیمتش چیه بیشتری دیگه. اگه اونم خوب نباشه میارم میفرونم تو سر. ولی اوکیه. 100 تومن چند بهش میدی؟ 1 تا 10. 1 تا 10 3. من 5 رو میدم. به تو باز چسبیده زاره دیگه اوکی بود دیگه. یه ذره ولی یه ذره اون محتویاتش کم بود، ولی من 5 رو میدم. بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اوکی. You had me wide open, heart beating reckless in your head. Told me forever, then you ghosted like a shadow, like a scam. Now I'm sitting here broken, but my fire don't fade in the rain. دوستان بعد از رد شدن از پیتزای عمو کیوان حالا اومدیم الهیه. میخوایم حالا یه پیتزا فروشی پیدا کردیم که اسمش آباچیه، ولی رفتیم داخل اسمش آپاچی بودش. بعدن قیمتاش هم مثل همین وضعیت دور و برشه دیگه. حالا بیایید داخل که ببینیم اوضاع چطور. الان غذامون رو سفارش دادیم و 518 تومن قیمت خود پیتزا بودش، 10% هم مالیات. حالا الکیه یا چی؟ 569 و 800 کارت کشیدم ازم. ببینیم حالا غذا ارزششو داره یا نه. قیافش به شبیه این پیتزاییه که لاکوشتاین اینجا می‌خوردن. حالا بریم تو کارش ببینیم چه فرقی با اون یکی داره.
ماشاءالله. چطوره؟ خیلی خوب. چطوره؟ این نسبت قیمتش عالیه خوب. ولی خب زیاد کش میاد. ببین قشنگ مزه گوشت و اون محتویات داخلش رو میفهمیم. اون پیتزایی که دوست داری نسبت به قیمتش میارزه. اون 100 تومنیه اگه بخوایم مقایسه کنی که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی اون 100 بیشتر مزه پنیر میداد تا کالباس و اون محتویاتش. این قشنگ خیلی خوشمزه، شیک در تمیز. اون گوشت و زیتون و قارچ قشنگ بذاری تو دم مزه‌ش رو میفهمید چی دارم بهتون میگم. یه بار امتحان کنید، جای دوری نمیره. ببین نتیجه گیری آخرم بخوایم بکنیم، اون 100 تومنیه اگه بخوایم بگیم واقعا تنها مزه‌ای که میداد مزه پنیر بود و یه ذره کالباس، 2-3 تیکه کالباس. ولی اینجا نسبت به قیمتش قشنگ اون مزه گوشت میومد زیر دندونات، قشنگ حسش می‌کردی. واقعا 500 تومن ارزش یه بار امتحان کردن رو داره. اون کیفیت بالاش و اون جایی که داره واقعا ارزش داره. نظر تو چیه؟ می‌خوای دوربینو بده به من؟ نظر منم این که خب قطعا این یه چیز حرفه‌ای بودش. بعد اصلا اون تیکه‌های ضخیم و پخته شده اون فیله گوساله رو واقعا میفهمید آدم. بعد این اصلا توش زیتونای سیاه داشت. زیتون سیاه اصلا یه مبلغ قابل توجهی داره و اینا اصلا توی اون پیتزا 100 تومانی اصلا همچین چیزی وجود نداشتش. ولی خب خوبه، آدم قطعا اگه پولشو داشته باشه و اینا خیلی این 500 تومانیه تجربه بهتریه تا اون 100 تومانیه. 100 تومانیه فقط واقعا طعم پنیر میداد، حتی پنیرش هم پنیر نبود که اصلا طعم درست حسابی داشته باشه. این هم نظر منه. خب اینم نتیجه گیری آخرمون. از 1 تا به اون چیه یه بار دیگه چند میدی؟ به اون موقع 3 دادم، الان 2 هم به زور میدم. به این چند میدی؟ به اینم 8. من به این 9 میدم. خیلی حال کردم. 9 هم میشه داداش. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ایده های بعدی شما تو کامنت ها بگید. خداحافظ.